شریان‌های عمده قلب که از قلب مستقیم خون رو پمپاژ میکنه و یه جورایی شاهراه اصلی خونرسانی بدن هست، بیشتر سمت چپه، در بازو، پشت کتف و کلا سمت چپ و پای چپ. و واکسن کرونایی که زدن همگی رو از بازوی چپ زدن و همون نانو میکرو تراشه‌ای که قبلا بهتون گفتم از طریق واکسن، حالا یه تعدادی که واکسن فایزر و انگلیسی آمریکایی وارد شد برای اشخاص خاص تصریح کردن، دقیقاً تمامی اون واکسن ها میکرو تراشه را در خود داشتن که با چشم غیر مسلح دیده نمیشه. تصریح شد تو بازو، دقیقاً سر مسیر شریان‌های اصلی، شاهراه‌های اصلی حیاتی بدن که از قلب خون پمپاژ میکنه، شاهرگ اصلی، که زمانی که خواستن به اون نقطه رسیدن از طریق نویزهایی که از ماهواره فرستاده خواهد شد. پرانتز باز، در اصل یک نوع میکرو جی پی اس هم هست. بارها و بارها در مستندات حیوانات دیدید یه حیوانی رو میگیرن، یه تراشه‌ای بهش بس میکنن زیر پوستش، دقیقا این همون کارم انجام میده، منتها در ابعاد نانو میلیمتر، یه جوری اگه درست بگم، که با چشم مسلح دیده نمیشه. و زمانی که نویز مورد نظر فرستاده میشه از طریق ماهواره، اون دریافت کننده نویزه و رگ‌های اصلی سمت چپ بدن رو تحت تاثیر قرار میگیره و باعث لخته شدن مقداری از خون داخل رگ که مستقیما و سریع به قلب پمپاژ میشه در سیاه رگ‌ها، سرخ رگ‌ها که خب خون تصفیه شده از کبده که به نقاط حیاتی دیگر کل بدن پمپاژ میشه و میشه گفت ربط و برگشت. سرخ رگ، سیاه رگ هم